حوصله‌ام سر رفت. خب یه ارور بده، تو که عادت داری. هر بچه‌ها میدونن واسه کم کردن هزینه کاتالیزور 405 انداختی؟ خفه شو بابا، انقدر نازداری راننده سرما بخوره تو ارور میدی. چشه این؟ ولش کن. اما خدای قدرت موتور من از تو بیشتره. چقدر چنگا رو نگاه. چی؟ شوتیه دیگه، تاشو نمیبینی مگه؟ چند دست میدیم قناریا؟ 210 اسب بخار. 245 است. 350 است. ولی چیزه خدایی من هندلینگم خیلی خفنه دیگه، چرخام سر پیچ جهت میگیره. خفه شو، من خفن‌ترم، لاستیکام از هم باز میشه. دوستان اگه میشه وارد این بحث تو نشید. چرا سه چرخی؟ خواستم خدمتتون هستم به جهت و باز بودن لاستیک نیست. حاجیتون بدون لاستیک هم راه میره. چته تو؟ امروز بعد از 5 سال آب شیشه شدن تموم شد. نکنه افتادم تو خرج، نکنه افتادم تو استهلاک، نکنه بذارم تعمیرگاه. من عادت ندارم. ما چه کار کنم؟ تیراهنه دیگه، هر جا بخوره جر میده. این چیه اصلا؟ واضح نیست، نیسان گاویه دیگه. آبی گاوی. آبی آبی یا گاوی؟ مثل پف فیلا چوب. نگاه نکن سفتم، دلم نازک الان بغض گلومو گرفته. سالانه 2 برابر جمعیت روسیه کشته میدی، بعد دلت نازکه؟ این کیه دیگه؟ هرشیا پلاک کرجه دیگه، مهم نیست کی چی کجایی، هر جا باشی میاد پشتت نور بالا میده، بده پایین. این کیه دیگه؟ 26 الکی تیونه، فقط منبع صدا. این چرا انقدر صدا میده ولی راه نمیره؟ عرض کردم رخ تیونه، درون فابریکه.